ناراحتی تو چجوری هندلش میکنی؟ میرم بیرون تنهایی، بستنی شکلاتی میخورم با دوستام یا اون آدمایی که باشون حالم خوبه. کاکائو به دوست پسر ملکی گیر میده. جون بخواه. یو چطوری بچه‌ها، خوش اومدید به ویدیو یوتیوبی دیگه از من. امروز اومدیم با یک ویدیو بسیار سوپر. رفتیم از مردم سوال کردیم، سوالاتی مطرح کردیم، ببینیم جوابشون چیه، بریم که داشته باشیم ببینیم چه خبره. لیتس گو. ناراحتی تو چجوری هندل می‌کنی؟ بستگی داره ناراحتیم چی باشه. چی بیشتر تو رو ناراحت میکنه که جلوگیری کنی ازش؟ میرم اول تو دل ناراحتیم، چیزی که بدونم ناراحتم میکنه سیخ میزنم بهش، میرم توش باهاش مواجه بشم و سعی میکنم عمل کردم درست‌ترین عمل کردی که به تواناییم برمیگرده. تواناییم چیه تو اون لحظه، چی ناراحتم کنه، تواناییم در چه حده، ولی هندلش کنم، به هر طریقی شده هندلش کنم. حالا کاری بوده که پشیمون بشی برای انجامه؟ آره بوده، کردم دیگه کارش نمیشه. یعنی امتحان کردی یعنی که نباید میکردم، باید میکردم تا بفهمم نباید بکنمش. چی باعث میشه فکر کنی آدم خوبی هستی؟ برخوردام، فکرام، عمل کردم و پیشینم هم تنگش همیشه میچسبونم. وقتی ناراحتی تو چجوری هندلش میکنی؟ میرم بیرون تنهایی، بستنی شکلاتی میخورم با دوستام یا اون آدمایی که باشون حالم خوبه. پس آدم درونگرایی هستی؟ میانه گرایی، یعنی نه برون گرایی نه درون گرایی، یعنی با چیزای کوچیک حالت خوب میشه. تو چی؟ کاکائو به دوست پسر ملکی گیر میده. جون بخواه ای عشق. ملکی قهر میکنم. آره آهنگ گوش میدم و سعی میکنم حواسمو با یه چیز دیگه پرت آشپزی میکنم. یعنی تو نمیری سراغ مثلا چی خدا سر زبونم بپره 1 minute نمیری سراغ حلش؟ نه ببین اینطوری هم که خب چیزی که حل نمیشه رو حل نمیکنم، خودمو درگیرش. آره دیگه موضوعش خیلی مهمه. مثلا اگه یک اختلافی با دوست پسرم باشه خب اون حل میشه با صحبت، با هر چی اون حل میشه. ولی مثلا یک اختلاف نظری که من با مامانم دارم با تفاوت سنی زیادمون، خب قطعا نمیتونم اونو حل نمیتونم تفکر اونو تغییر. نه اون که نرماله، درست. آره دیگه. ولی شخصیتاتون با هم متفاوته. دوستتون رو هم بزن. ما اصلا بالا دوست چی باعث میشه که فکر کنی آدم خوبی هستی؟ خیلی چیزا. خیلی آدم خودشیفته هستم. مثلا من کلا چون همیشه در حال خندیدنم، خیلی مسخره بازی میکنم، بعد کلا هر کی مثلا نزدیکم باشه اینا کلا آدم خوبی هستی، باهاش حال میکنم. یعنی خود حال خودت خوب میکنی با شلوغ بودن؟ آره. و راضی ازش؟ آره خیلی. من نمیدونم، سوال سختی بود. آره. نمیدونم شاید این مثلا مهربونیای یهویی که به بقیه یا کاری که واسه بقیه انجام میدم، لطفی که به بقیه یا هر چی. یه صفت خوبم بخوای از خودت بگی چی میگی؟ خیلی مهربون. دوستت خلافش میگی. وقتی ناراحتی تو چجوری هندل میکنی؟ ما مسخره بازی، رقصیدن، اسکل بازی، اینجور چیزا. یعنی همینا آرومت میکنه؟ کتاب خوندن، بیرون رفتن. چی باعث میشه که فکر کنی آدم خوبی هستی؟ اینکه یه نفر بیاد واقعا ازت تعریف کنه، بگه که مثلا یه کار خوبی که میکنی، بگه این کاری که کردی خیلی قشنگ بود، مثلا ازت تعریف کنه، بگه واقعا دمش گرم، مثلا چه اوکی بود، چه این مدلی بهت میاد این رفتار. یعنی فکر میکنی که کسی ازت تعریف کنه باعث میشه که تو احساس بهتر بودن بکنی؟ معمولا آره دیگه، انرژی مثبت میگیری از طرف ما. آره راضی بوده باشی؟ آره. لایک کنید. تمام شد. شکر. خیلی تاثیرگذار. یک بازی بگی برام. ناراحتی تو چجوری هندلش میکنی؟ ناراحتی خب مسلما ورزش میکنم. به غیر از ورزش نباشه موسیقی. چی گوش میدی؟ شادمهر، تقدیر. یه تیکشو برامون بخون. سوال سخت موسیقی. چی باعث میشه که فکر کنی آدم خوبی هستی آقای خورشیدی؟ طرز برخورد با اطرافیان، بازخوردایی که میگیرم، کلا هر چیزی که به قول معروف هر عملی کنی همونقدر واکنش داره دیگه. یعنی از نظر آدم محبوبی هستی؟ میگن اینجوری میگن. کی میگه؟ دوستان آشنا لطف دارن. بچه‌ها تشویقش کنید. شکرم. دمت گرم که تو ویدیو. قربونت برم، سلامت باشی. خیلی مخلص. سلام. رضا سوال دارم ازت. جانم. وقتی ناراحتی تو چجوری هندلش میکنی؟
ناراحتی ما دیگه این کلیپ داره تو باشگاه ضبط میشه، خب مشخصه من وقتی ناراحتم خودم و وزن‌ها خودم اون که 100% منم مثل شما، ولی از هر کسی تو باشگاه پرسیدم همه گفتن با باشگاه و وزنا و فلان و حقیقتی واقعا. یعنی هر کی میاد جیم میاد باشگاه کلا با وزنه ارضا میشه دیگه. دقیقاً. خب به غیر از وزنه حالا تو چی حال می‌کنی؟ واقعا همش وزنه. من الان صبح تا شب دغدغه‌م اینه که شب بیام تو باشگاه خودم رو کامل خالی کنم. حال باشگاه واقعا آرام بخشه. چه چیزی باعث میشه که فکر کنی آدم خوبی هستی؟ اعتماد به نفس. یعنی باشگاه اعتماد به نفس میاره اون نظر؟ باشگاه نگاه اینجوری بخوام بگم، باشگاه الان همه زندگی کسی که هدف داره خب هدفش مشخصه، خب به وسیله اون هدف هم انگیزه براش ایجاد میشه، هم به جرأت میتونم بگم اعتماد به نفس براش میاره. هدف خیلی مهمه، خیلی مهمه که تو زندگی بتونی هدفتو تعیین کنی. منم یه حرفتو قبول دارم، واقعا باشگاه اعتماد به نفس میاره. بچه‌ها بیاین باشگاه. بگو بچه‌ها لایک ما رو لایک کنین، سابسکرایب کنین، اون زنگوله رو هم فعالش کنین. عشق. آرزو. عادت